ترامپ این هواپیما رو که از نوع بوینگ 757 میباشد رو در سال 2011 خریداری کرده. نام این پرنده ترامپ فورس وانه و دارای 2 اتاق خوابه. علاقه ترامپ به تلاجات در این هواپیما به چشم میاد و قسمت‌هایی از صندلی‌ها و میزها و شیرالات از طلا ساخته شده. در این هواپیما فضای بسیار خوبی برای حمام کردن در نظر گرفته شده. دیواره داخل حمام از طلا ساخته شده. موتورهای این پرنده مانند اکثر بوینگ‌های ساخته شده از کارخانه رولز رویسه. شاید باور کردنش سخت باشه، اما این هواپیما 26 سال سن داره، اما چون از اون کم استفاده شده همچنان اجازه پروازو داره. با این حال هواپیمای ترامپ یکی از 8 هواپیمای گرون در جهانه. هواپیماهای بوینگ 757 اکثرا برای 240 نفر مسافر طراحی شده، اما این هواپیما فقط برای 43 نفر صندلی داره. ترامپ همیشه دوست داره از آخرین خبرو باخبر باشه. بنابراین داخل هواپیما یک تلویزیون 57 اینچی تعبیه شده. همچنین برای سرگرمی مهمانان از یک کلاب کوچک استفاده شده. اسرار خودروی مخصوص ترامپ چیست؟ این خودرو نیز همانند خودروی سایر رئیس جمهورهای آمریکا ساخته یک کارخانه کادیلاک است. این خودروی شگفت‌انگیز با سوخت دیزل کار می‌کند تا در صورت انفجار صدمه کمتری به وی برسد. درهای آن از درهای بوینگ 757 ساخته شده و همانند نفربرهای زرهی به سختی باز می‌شود. جنس این درها از ترکیب آلومینیوم چدنی و تیتانیوم و سرامیک میباشد. شیشه‌های آن از 5 لایه شیشه پلیکربنات تشکیل شده و نه تنها ضد گلوله است بلکه در مقابل حملات موشکی و بمب‌های شیمیایی نیز مقاوم میباشد. در داخل این خودرو همچنین مقادیر زیادی از کیسه خون ترامپ و همسرش و اطرافیانش تعبیه شده تا در صورت حملات تروریستی به سرعت جان رئیس جمهور آمریکا و همسرش نجات داده شود. لاستیک‌های خودروی ترامپ بسیار ضخیم و بزرگ تهیه شده‌اند و با ماده مخصوصی به نام کولار که در جلیقه‌های ضد گلوله استفاده می‌شود، مقاومت آن چندین برابر شده است تا در برابر شلیک گلوله هیچگونه آسیبی نبینند و هیچگاه هم پنچر نشوند. در جلوی این خودرو همچنین یک دوربین مخصوص نیز تعبیه شده تا راننده بتواند در تمام شرایط جوی آن را براند. بارون ترامپ. همه ما میدونیم که دونالد ترامپ چه ثروتی داره. پسر او هم صاحب یک طبقه از برج ترامپ در نیویورک. مادرش برای تغذیه او از بهترین مواد غذایی استفاده میکنه و 3 بار در هفته براش خاویار درست میکنه. بارون به دکوراسیون داخلی آپارتمانش بسیار حساسه و معروف‌ترین معماران جهان اون رو دیزاین میکنن. پسر کوچک ترامپ به جای خودرو در بعضی مواقع با هلیکوپتر شخصیش رفت و آمد میکنه. سوری کروز، دختر تام کروز، دوران کودکی سرشار از عشق پدر و مادری داشته. وقتی 6 ساله بوده تام کروز اونو به هالیوود برد و او تونست در قلعه سیندرلا بمونه. گفته میشه این دختر کلکسیونی از لباسهای گران قیمت داره که ارزش اونها حدود 3 میلیون دلار تخمین زده شده. بلو آیوی کارتر، این دختر فرزند بیانسه و جیزی است. هنگامی که فقط چند روز از به دنیا اومدنش گذشته بود، از سراسر جهان میلیون ها دلار هدیه براش فرستاده شد. پس از بزرگ شدن وی عاشق کفش شد و کلکسیونی به ارزش 80,000 دلار دارد. وقتی بلو 2 سالش شد، جیزی یک اسب عربی به ارزش 75,000 دلار برایش خرید، در حالی که او حتی نمیتوانست از 1. مکالمه تلفنی یا ویدیو چت عادی با دوستان. ترامپ نمیتونه مثل مردم عادی به راحتی با تلفن همراه با دوستان خودش تماس بگیره و قبل از هر گونه مکالمه‌ای باید سرویس مخفی رو مطلع کنه. 2. رفتن به سینما هم امکان پذیر نیست و رئیس جمهور آمریکا باید فیلم‌ها رو تنها توی کاخ سفید ببینه. 3. غذا خوردن در رستوران. دونالد ترامپ نمیتونه خارج از کاخ سفید غذایی بخوره به غیر از اون که یک تست رسمی با امتحان کردن غذا از سلامت اون اطمینان حاصل پیدا کنه. 4. رانندگی. رئیس جمهور آمریکا اجازه رانندگی نداره. خودرو که رئیس جمهور رو حمل میکنه تحت حفاظت شدیدی قرار داره و راننده اونم آموزش‌های زیادی برای آمادگی در موقعیت‌های اضطراری دیده. 5. حضور در برنامه یا مسابقات ورزشی فرزندان. حضور ترامپ در مسابقه ورزشی یا نمایش تئاتر فرزندان یا نوه خودشی مدرسه امکان پذیر نیست، زیرا باعث امنیتی شدن فضای مدرسه میشه. 6. باز کردن پنجره‌ها. ترامپ با همسرش حتی در یک روز زیبای بهاری هم نمیتونن پنجره‌ها رو باز کنن.